سلام بچه، به ویدیوی دیگه خوش آمدید. امروز میخوایم سه کارت را براتون باز کنیم. کارت اول تو قسمت اسپیشال کارت که بسیار مهمه، تو قسمت نیو کارت. این کارت را که خریدید بیاید دنبال کارت دیگه بگیریم که بسیار امروز یک کاره که بسیار طولانیه. کارت های امروز بیاین که اونم انجام بدیم و بعد از 5 میلیون بگیریم. کارت دومی تو قسمت وب که گزینه جدید که نو آمده اینجا. بابا این وب اینم از قسمت اسپیشال که دیگه گم نکنین. اینم لیگال، این مارکت، این پی آر تی انتیمه. کارت بعدی تو قسمت اسپیشال میگه که این کارت میگه چیکار کن. این کارت جدیدی که آمده، این کارت میگه که وب 3 انتگریشن را لول 5 کنید. وب 3 انتگریشن تو قسمت مارکتس بیاید آخرش اینجا میایید میبینید که یک کارت دیگه هم هست که اینم قلفه. چرا قلفه؟ انتی مانی را باید لول 8 برسونیم. انتی مانی کجاست؟ تو قسمت لیگال بیاید اینجا انتی مانی را پیدا کنید. اینهاش انتی مانی هم اینجاست. بسیار ببخشید یک لحظه. انتی مانی هم اینجاست. این کارت را بیاید بخرید، لول 8 کنید. این از من لول 7 بود، الان 8 شد. بیایید تو قسمت مارکت، دوباره مارکت که آمدید قسمت آخر وب 3 انتگریشن را لول 5 برسونید. اینهاش بیایید این لول 5 کنید. با من بشمارید. 1، اینم دومیش، و اینم سومیش، اینم چهارمیش، و اینم آخریش یعنی پنجمیش. الان برگردید تو قسمت وب 3. اینجا میبینید کارت باز شده، بیاید بخریدش. اینم از کارت دومی. کارت سومی هم تو قسمت پی آر تی انتیم هست. پی آر تی انتیم نه، مارکتس. تو قسمت مارکتس مارجن تریدینگ اکس 30 را لول 1 کنید یا بخریدش دیگه، این لول نداره. بیاید بخرید، بعدش هم تمام. اینم از 5 میلیون. اینم که گرفتیم. لایک و سابسکرایب از یادتان نره. لطفاً ویدیو همه شیر کنید تا به همه دوستاتان بفرستید تا اونا هم ویدیو ما ببینن و بگیرشان سابسکرایب کنن تا ویدیو ما تو اول صفحه یوتیوب قرار بگیره و زودتر شما بتونید ویدیوهایی که تو اولین ثانیه که پست میشه آن را نگاه کنید. خدا نگهدار همتون.